بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه پرنک بچه‌ها. حدیث الان رفته چی میگن پایین بالا ویدیو رو چیه گوشیشو بیاره و منو نفسه منتظرم پرنکش کنیم. پرنک چیه؟ نفسه یه چو جون چیه؟ ساکت نفسه پشتتون نفسه دیرت. آره بچه ها، آره دیگه. چه خبر بچه ها؟ خوبید؟ خیلی. امروز قرار روز خوبی باشه و شما رو هم تو ویدیو میبینیم، ولی تو ویدیو بعد نفسه بودو وولو چی دیدمش بچه ها. شما هم فکر کنم دیده باشید. چو داره ما رو نگاه میکنه. واسه استوب کنم برم یه جا قایم شم. وای بچه ها یه جا رو بریم. پس حدیث تویی؟ یه چیز بگم چون نمیدونه حدیث اومده بودیم پرنکش کنیم. حدیث اونجوری نگاه نکن. چیه؟ مرد قاتل بود اونجا قایم شده بود فکر کنم. حدیث اونجا قایم شده بود فکر کنم. وای استوب کردم یه لحظه ویدیو رو. اومد از این سمت رفت بچه ها. از این سمت چیکار کنیم؟ بریم. حدیث اونجاست. دیدیش؟ حدیث بگیرش با دوربین. بودو واده حدیث بودو نفس گوشت دستت نیفته. حدیث اینور برو اونور یه میپیچه. وای ای کاش این علکی بود بچه ها. کاش این علکی بود. پشمام ریخته بچه ها. پشمام ریخته. عزیزم از این ور نرو حدیثه. من میترسم از این سمت. حدیثه یه چیز بگم. حاجی نمیتونم دیگه حرف بزنم. مثلا قایم شده بود. خب پشت این درخت قایم شده بود حدیثه. وای حاجی پسم. وای نه با چشای خودم هم دیدم اینجا قایم شده بود. نمیدونم نفسه اونو ول کن. چیکار کنم؟ نه حدیثه نریم اونور. حدیثه اونور خیلی تاریکه. بچه ها دمتون گرم. تو مرد قاتل به ما حمله کرد. واقعا ویوها خوب بود و عالی بود. دمتون گرم. حدیث اونا میبینی؟ حسین حدیث من میرینم اینجا برم. نفسه مراقبه نفسه باش. دست نفسه رو بگیر بچه ها. خیلی تاریکه. نفسه گوشی رو بده من بابا الان میاد. نه بابا what the fuck. باید داره میاد حدیثه. what حاجی یعنی چی؟ بگیر نفسه. چرا؟ آقا یه سوال. حدیثه یه چیز بگم. خواستیم پرنکت کنیم ما. نه میخواستیم پرنک کنیم. یه دیدیم یه نفر اومد اونجا. حدیثه اونا بیا از اینجا بریم. نفسه نور رو بگیر. بی نورین. حدیثه وای بودو نفسه بگه دیگه.
نه خوب خودت بگیر. بچه از این سمت رفت. بچه واقعا ریدم تو خود. حاجی تصویر من نیست، تصویر به من نور بده. نور بگیر در من. تصویر من چی؟ تصویر تو هم میافته. بده من. تو میتونی نور تو از اینجا روشن کنی. از اینجا نور. وای بچه اینجا. بچه اینجا چند نفر زندگی میکنن چون آپارتمانه. چون آپارتمانه به 2 تا آپارتمان انگار زندگی میکنن اینجا. چرا؟ یکی نگو برو ببینم. سلام. اوکی خودش برید چون برید. الان ما میایم. برو برو شما برید اونجا قایم شده. اونجا بسید چرا فقط داره منو نگاه میکنه؟ چرا فقط منو داره نگاه میکنه؟ میخواید بریم اونجا حرف بزنی؟ بودو رفته خوب شد منو ندید بچه ها منو ولی حسه داره میفته دنبال من وای حاجی پشمام وای عزیز بچه ها وای حاجی وای داشت میافتاد دنبال من. What the fuck حاجی وای بچه ها خدیجه فکر کنم ما رو دید از این سمت اومدیم. گیر بریم تا نیومده ها بخوای بیاد بریم لعنتی ها. بچه یه چیز بگم یارویی که من دیدم اصلا حدیث تو هم دیدی قیافش معلوم نبود. بذار بچه من برم داخل این شات وقتی ادیت کنم ویدیو رو درست کنم بذارم یوتیوب اون یه تیکه رو زوم کنم ببینم نفس نور بنداز نفسه اون یه تیکه رو براتون تو پست میذارم بفهمید برای چی اصلا. وای اصلا من نمیتونم حرف بزنم آقا من خلاص نفسه به من نور بده یه ذره نور بنداز برام. وای حدیثه یه چیزی بگم حدیثه وقتی که ما اومدیم خب قیافش معلوم نبود اما من اما چیز کردم حدیثه چیه توی اون ویدیو داشتم اینجور چیز میکردم پشتم رو دیدمش فکر کنم باشه قیافش. بیا از اینجا بریم بیا ساکت چید بچه ساکت چید الان فکر میکنم اصول الان بچه فکر میکنم داریم با تیم چند تا بچه ها اینجا هستن من فکر میکنم مسخولیم نه بچه ها خودشون مسخول تر بودن. بچه ها آره همونجا چرا ما هر جا میریم بریم ریسکش خیلی بالا اما بچه همون راهی دوباره ببینید همون راه وای حاجی یارو قیافش معلوم نیست نه اون نیست نفس اون نیست منم چیز کردی ترسوندی یارو قیافش معلوم نیست ولی وای اصلا نمیتونم حرف بزنم واقعا. بیا از اینجا بریم بیاید بچه ببینم چیه ننداز بره هیچی نیست بنداز بره شما از اینجا نرید یه چیز بگم بچه بچه راستی لایک و ساب فراموش نشه کامنت هم بذارید زنگوله پایینم فعال کنید که هر موقع ویدیوهای جدید بذاریم
شما اولین نفری باشید که ببینید. آقا من چرا دارم میخندم واقعا؟ بچه اونجا وایساده. حدیث من نمیام. بابا یارو اونجا وایساده. نه حدیث بیا از این بغل به. از این بغل. تو رو خدا از این بغل. نور گوشیتون رو خاموش کنید فقط. بچه اینجا وایساده بودا. لباس ها رو دیدم تو خودم. منم از این رو نمیام. خیلی بچه ببینید خیلی ترسناک. من نمیام حدیثه. من نمیام. ببین حاجی یارو داره میاد. داره آروم میاد. زیر نزن بابا. حدیثه بیا. حدیثه داره میاد. حدیثه من میرم. ریسکش خیلی بالاست. بابا اسخلونه کور. بابا آها خودتون نجات بدیم ما اسخل بمونیم اینجا. آره بچه یه چیز بگم. آخه چند نفر اونجا هن حدیثه. حاجی حدیثه داره میاد پایین. بیاد مثلا ندیمش. بیاد بریم ندیمش. بچه واقعا وای آقای مگه میشه لعنتی. هر موقع ما میایم یه ویدیو بگیریم این لعنتی میاد. بچه خوب اما ویدیو دادید قسمت اولو. دمتون گرم. چیه؟ حاجی داره میاد. حاجی وای دارم میافتم. حاجی قشنگ دارم میافتم. نفسه نیافتی. بیا نفسه بیا. حاجی داره میاد. چرا؟ حدیثه همینجا بایست. نفسه ساکت. نه باید سرفه کنی. نور رو بگیر این ور رو ننداز اصلا. بگیر این ور رو ننداز. به جو رفت. حدیثه رفت. از این ور رفت. اینجا. حدیثه چرا رفت؟ نکنه قایم شده. ببینیم از اون پشت ماشین. من از اینجا میرم بابا. نفس تو از اینجا میرم. برگشت حدیثه برگشت. بودو آروم بایستا. حدیثه ویدیو رو استوب کن. بچه متصمیم چند نفر بودن؟ دختر بودن البته. ها؟ بگی مثلا چند تا هست که اینجایی. وایسا داشتم میگفتم بچه چند تا دختری رو نمیخواستم ببینم ویدیو میبینم. فکر میکنن آخه بچه اینجا اپره کمترین یعنی اصلا اینجا یوتیوبر نیست. آقا چرا نور خودشو وای اول منم بیش. بچه ما الان داریم بریم سمت پارک. نه موهامو اصلا آقا نفیسه مریض شدم بچه. اینو بگیر. بدونم نفیسه اینو بگیر. موهامو همونجوری بگیر. نه حدیثه از اینجا رفت اتفاقا. حدیثه من نمیدونم بیشتر این سمت رو از این سمت رفت. نه حدیثه من نمیام اونجا. از اون سمت رفت. حدیثه از اون سمت رفت. میگم عجب خریه بابا. میگم از اون سمت رفت یارو. منو بگیر. نفس دوربین منو بگیر. نه دیگه این هم نه. آقا بریم یه ریسکی کنیم. حدیثه بله. نه ما خونمون اینجاست. بله ببینید بچه ببینید از همین جوره. حدیثه نره اوست خوش. حاجی داره ماشین میدوزه. بچه ماشین دوزید. پوشتون کنید. چه یه پیرزنه.
نه بابا کجا میری؟ حدث من نمیام آقا من نمیام آقا حدیثه شاید حاجی اون نبود که اگر اون بود ما رو خب میدید نفسه نیفتی از اینجا حدیثه اگر اون بود ما رو میدید اما اون نبود پس یعنی اون نیست بچه یه چیز بگم آپارتمانون برای چی آخه حدیثه آها حدیثه فهمیدم حدیثه یه چیز بگم چی؟ بابا بیا بریم الان انقدر ریدم تو خودم نمیدونم قسمت اول ویدیو بیا از اینجا بریم انقدر الان ریدم تو خودم خب الان داشتم به بچه ها میگفتم نمیدونم قسمت اول ویدیو داشتیم ویدیو شب میگرفتیم یا صبح اگر صبح باشه آقا یه لحظه وایسا چرا باید یارو صبح بیفته دنبال ما تو ای ریدم تو تمام تارا چسبید بابا جهنم پای جونمون در خطره اینجا اصلا نیومده بودم پشمو اوه حاجی یه چیز بگم بچه اینجا خیلی آقا من نمیرم اونجا احساس میکنم یه نفر اونجاست احساس میکنم بچه یه نفر اون هستی بیا نفس اینجوری منو بگیش چه احساس میکنم یه نفر اونجا باید حالا ول کن نورو ول کن منم بگیر بچه انگشتم رفت توی چیزم و چی؟ چشمت الان رو نیست حالا اینا رو ول کن نفسه بچه یه چیز بگم بچه من دارم از پشت میبینمش ساکت شد اون چیه آویزونه اونجاست اون چیه بگیر نفس نور رو انداز اونجا چیه یه ریدم بچه بریم اونجا یه ریدم آدم رو دیدم بیا بریم حدیثه نه حدیثه تابلو نکن ندو حدیثه ندو وای حدیثه فرار کن فقط حدیثه فرار کن چون باورتون نمیشه یه دونه جسد دیدم منو بغل کرد اول حاجی وای بچه ها یه چیز بگم باورتون نمیشه من یه حود نمیدونم ویدیو چجوری استوب شد اصلا کی استوب کرد یه حودی دیدم فقط استوب شد همین نه دستی بزنم بهش نه دستم خورده باشه حدیث همینجا وایسا من بگم به بچه ها نفس منو بگیر بچه هم آقا من رفتم یه حودی دیدم از من حدیث ویدیو رو استوب بریم راه بریم حدیث ویدیو رو استوب بریم آره بچه ها داشتم میگفتم یه حودی دیدم پشت منو خفه کرد وای بچه دو تا دختر بچه پشت صندوقش حدیث برم فیلم نشون بدم بهت چیز ماشین یارو رو حدیث وای حدیث بچه هم ریده بودم تو خودم وای من نمیدونم شب چجوری میخوام بخوابم ماجی وای آقا من کار یوتیوبری البته هنوز یوتیوبر نشدم آقا من کار یوتیوب کنم میکشم کنار حدیث من بلا بیا از این بر بریم حدیث صداش ندو حدیث بود میدوی یا بین بذار صورت زیاد کن وای بچه ها حدیث دیدی داشت بچه ها دنبالمون کرد حدیث اون کیه؟ نه یه رسته کنم یارو
اومد داره میاد سمت ما. داره میاد سمت ما. حسی داره میاد سمت ما. دیدی رو استوب کنی؟ بابا فرار. نه.